صبح امروز مهاجران کره تاجیک از کنار شهر مسکو نواره فرستاده خبر دادند که در خوابگاه آنها سوختار به عمل آمد و در نتیجه آن یک مهاجر کره از قرقیزستان به هلاکت رسید. گروه سوختار نشانی آتش را خاموش کرده است. به گفت مهاجران تاجیک، سوختار ظاهراً از آتش پیچ که آغاز یافته 5 خیمه و یا 5 پلتکه خوابگاه مهاجران را پره از بین برده است. در این ساختمان کار 24 ساعت در 3 بند جریان دارد. هفته گذشته معاون شهردار مسکو اندری باچکاریوف در صحبت با خبرنگاران گفته بود که در ساختمان شفاخانه 5000 نفر اشتراک داشته، آنها 50 بینای خاص برای معالجه کرونا ویروس را بنیاد خواهند کرد. We have 5,000 people here. او افزود در این شفاخانه طبق معیار 500 کت برای بیماران جای داده می شود و اگر ضرورت پیش آمد شماره کت ها افزایش یافته در یک وقت 630 بیمار را با استفاده از تجهیزات معاصر داخلی و خارجی معالجه خواهند کرد. منصبدار روس افزود 15 اپریل شفاخانه به قبول بیماران آماده خواهد شد. مهاجران کره تاجیک در روسیه بارها از رعایت نشدن تکنیک بی‌خطری در جای کار و زیست آنها شکایت کردند. در ساختمان شفاخانه به گفت آنها 2 روز پیش هم همین گونه سوختار به عمل آمده بود. همچنان هفته روان در مسکو یک مهاجر کره تاجیک در جای کارش لط و کوب و از طبقه دوم به زمین پرتافته شد. در رابطه با این حادثه کاردهنده محلی بازداشت شده است.